ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 11 میلیون سال 2023 از بازداشت دو راننده جوان برای به وجود آوردن حالت خطرناک و صدموی خبر داد. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت تاجیکستان، در نتیجه سنجش نواری در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده، از جانب کارمندان میلیسای پایتخت دو نفر راننده واسطه نقلیات تمغه والگا رقم‌های قید دولتیش 1000 LW01 شهروند نظرزاده عبدالخلیل طلبک سال تولدش 1990 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه فردوسی کوچه دریا آباد و راننده افت تمغه مرسدس رقم‌های قید دولتیش 0048 PA01 شهروند ستاروف محمد یوسف سید ابرارویچ سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر دوشنبه بازداشت کرده شدند. خود این دو جوان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی به اطلاع میلیسیا ضمن سنجش معین کرده شد که نام بردگان اولهای ماه مارت سال جاری در کوچه جبو رسولوف شهر دوشنبه با مقصد معین نمودن برتری واسطه نقلیات خود بین همدیگر سبقت نموده حالت خطرناک و صدموی را به وجود آوردند. همزمان آنها این لحظه قانون شکنی خود را به نوار گرفته در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت راننده والگا و مرسدس از جانب کارمندان میلیسیا پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده هر دو را جریمه بستند. میلیسیا دوشنبه هشدار داده است که سبقت نادرست و با سرعت بلند راندن واسطه نقلیات از جانب بعضی از رانندگان در بیشتر مواردها به حادثه‌های ناخوش راه نقلیاتی می انجامد.